نسخه خودمون توی دنیای موازی شخصیتی هست که تو این دنیا دوست داریم باشیم. اگه جهان خودمونو حباب تصور کنیم، ما در شبکه‌ای از جهانهای حبابی در فضا قرار داریم. نکته جالب درباره این نظریه اینه که چون این جهانها با هم در ارتباط نیستن، میتونن قوانین فیزیک متفاوتی از هم داشته باشن. شاید وقتی خواب میبینیم در واقع خودمون رو توی جهان موازی تماشا میکنیم. نظریه جهان بیکران بیان میکنه که این جهان صاف هست و برای همیشه ادامه داره. این احتمال وجود بسیاری از جهانهای دیگر رو در خارج از این جهان فراهم میکنه. اما با در نظر گرفتن این موضوع این امکان وجود داره که جهانها شروع به تکرار کنن. یه نظریه هست که میگه مرگ یه توهمه و شما پس از مرگ به طور مجدد توی یه دنیای موازی به زندگی خودتون ادامه میدید و هیچ وقت نمیفهمید که مردید. نظریه دیگه‌ای هست که میگه اگه قوانین احتمال رو در نظر بگیرید، متوجه میشید که برای هر تصمیمی که میگیرید بر اساس نتیجه اون تصمیمتون یه جهان جدید به وجود میاد. یعنی نتیجه هر تصمیم سرنوشته متفاوتی برای شما به وجود میاره. بنابراین در یک جهان ممکنه شما موقعیت شغلی در بانک رو قبول کنید و در یک جهان دیگه ممکنه اون رو رد کنید و منتظر فرصت بهتری بمونید.